درود بر شما. من دکتر آرش علایی، شهروند ایالات متحده آمریکا و از تبار ایران هستم. امروز برای شما یک سوال دارم. آیا هیچ از خود پرسیده اید که امسال تابستان نسبت به تابستان سال گذشته و 2 سال گذشته چرا فوت به سبب کووید یا گرفتار شدن به کووید کمتر شده است؟ معلومات بین المللی نشان از آن دارد که این ثمره 3 نوع‌وایه واکسن در اهالی بوده است که فوت کم شده است و گرفتار شدن به آن بیماری. به این سبب برای حفظ سلامتی خود، برای حفظ سلامتی که کسانی که دوستشان دارید، بیایید همه با هم 3 وایه واکسن را بزنیم. خوشبختانه با کمک‌های ایالات متحده آمریکا که از جمله آن بیش از 3 میلیون واکسن فایزر و مادرنا بوده است و همکاری بی‌دریغ کارمندان بهداشت و درمان در وزارت تندرستی، این واکسن ها در سراسر کشور در دسترس است. بدانیم برای غلبه بر این ویروس زیرک باید همگی با هم کوشش کنیم. به این سبب یک جایه به پیش.